ابتدا یک سوراخ کوچک در لب‌ها ایجاد می‌شود. این کار قرار دادن نخستین حلقه کوچکتر را آسان‌تر می‌کند. پس از بهبود زخم، حلقه برداشته می‌شود و حلقه بزرگتر جایگزین می‌گردد. این کار چندین بار تکرار می‌شود تا اندازه دلخواه به دست آید. در فرهنگ زیبایی آنها این نشانه‌ای از زیبایی و بلوغ است. به طور کلی کسانی که بزرگترین حلقه را دارند، این گلوله در تمام کشورهای جهان غیرقانونی است، زیرا به خاطر طرناقی مارپیچی تیز و عجیبش قادر است پس از اصابت باز شود و شکل یک گلبرگ را به خود بگیرد. این اتفاق پس از برخورد با بافت یا جسمی رخ می‌دهد و ظرفیت نفوذ و کشندگی آن را افزایش می‌دهد. سازنده این گلوله تولید آن را در سال 2000 متوقف کرد، زیرا متوجه شدند که هنگام شلیک به ناحیه مقعد فرد شروع به چرخیدن مانند یک مارپیچ می‌کند. اگر یک مرغ سوسیس بخورد، شاید فکر کنی وقتی تخمش را در ماهیتابه بشکنی دیگر نیازی به اضافه کردن سوسیس نیست، چون از قبل داخل آن خواهد بود. اما مرغ‌ها از سوسیس دوری می‌کنند چون بوی مصنوعی و ترکیبات عجیبش را دوست ندارند. حالا اگر مرغ‌ها نارنجک بخورند، سرانجام به عنوان پرتابگر نارنجک در جنگ استفاده می‌شود.